از همان وقت سر کرده او به شاگردانش آشکارا می گفت که باید به اورشلیم رود و در آنجا از دست پیران قوم، کاهنان کلان و استادان شریعت بسیار عذاب کشد. عاقبت او کشته می شود، ولی بعد از 3 روز زنده می شود. پتروس باشد عیسی را یک سو برده سرزنش کرده گفت: ای خواجه، خدا نشان ندهد آنچه گفتی به سرت نآید. لیکن وی به پتروس روی آورده گفت: دور شو از من ای شیطان، تو پیش راه مرا میگیری، چون که تو نه مثل خدا بلکه مثل انسان فکر میکنی. آنگاه عیسی به شاگردانش گفت: اگر کسی پیروی من شدن خواهد، باید از خواهش‌های خود روی گردانده، صلیب عذاب و مرگش را برداشته مرا پیروی کند. زیرا کسی که حیاتش را نگاه داشتن می‌خواهد، آن را از دست می‌دهد، ولی هر کسی که به خاطر من حیاتش را فدا می‌کند، آن را نگاه می‌دارد. به آدم چه فایده دارد که تمام دنیا را به دست آورد و جانش را از دست دهد، مگر آدمی زاد بر عوض جان خود تاوان داده می تواند؟ پسر آدمی زاد با شهرت و جلال پدرش همراه فرشته های خود آمده، به همه موافق عملشان پاداش می دهد. براستی به شما می گویم که در اینجا کسانی هستند که هنوز از دنیا نگذشته پسر آدمی زاد را می بینند که برای پادشاهی کردن می آید.